سلام دوستان، حرفی نوبتی ما از سلسله درس‌های آموزش الفبای نیاکان یا الفبای فارسی حرفی لام است. حرفی لام آوازی ل را ifade می‌کند. حرفی لام در علاهیدگی و آخر کلمه چنین است. اینجا ما حرفی لام را با رنگ سیاه و اینجا با رنگ سرخ نشان داده ایم. حرف لام در اول و مابین کلمه این شکل را دارد. مثل چی؟ چوگان. این شکل را در ما چوگان میگویند که در بازی هاکی میبینید از همین گونه چیز استفاده میکنند. و حالا مثال ها را برای استفاده حرف لام در کلمه ها میبینیم. اینجا که میبینید حرف لام است، در بالایش علامت فتحه یا زبر میشود ل و با ب هر دوش می شود لب و این هم حرف لام در اولی کلمه آمده است، در بالایش علامت فتحه یا زبر می شود ل و این هم ر هر دوش می شود لر و این هم ز و در آخر های حوض آمده است که آواز ا را ifade کرده است و همش می شود چی؟ لرزه. و اینجا می بینید حرف دال را که در پایانش علامت زیر یا کسره آمده است و این هم حرف لام در آخر کلمه آمده است. هر دویش چی می شود؟ دیل. و این هم حرف میم است در اولی کلمه و بعد از آن حرف الف آمده است و بعد از آن حرف لام در آخر کلمه آمده است. همش چی می شود؟ مال. و این هم حرف سین است و بعد از آن حرف الف آمده است و به تعقیب آن حرف لام در آخر کلمه آمده است و همش میشه چی؟ سال. و این هم حرف دال را میبینید که در بالایش علامت فتحه یا زبر آمده است، میشود د و این هم حرف واو که میشود و دو و این هم حرف لام در مابین کلمه آمده است و در بالایش علامت فتحه یا زبر دارد، میشود ل و این هم ت لت همش چی میشود؟ دو لت. و این هم حرف ز است که در پایانش علامت کسره یا زیر آمده است، می شود زی و این هم حرف لام در مابین کلمه زیل و این هم حرف لام باز در پایانش علامت کسره یا زیر می شود زی و این هم لام که می شود ل و در پهلوی آن ما حرفی های حوض رو می بینیم که آواز ا را ifade کرده است. همش می شود چی؟ زیل زی لا. یعنی زلزله را نام دیگری زمین لرزه یا زمین جنبی ما در تاجیکستان میگوییم میدانیم. و این هم حرف لام است، بعد از آن الف آمده است که با لام پیوست شده است و این هم حرف میم است، همش چی میشد؟ لام. و این هم حرف لام است و بعد از آن الف آمده است که به این شکل پیوست شده است با حرف لام شده لا و این هم حرف ز در پایانش علامت کسره یا زیر میشود زی و این هم میم همش میشود چی؟ لازم. یک چیز را میخواهم یادآور بکنم که هنگام پیوست شدن حرف لام با الف ما این شکل، مثلا این اگر لام باشد و این در پهلویش الف باشد، به این شکل نمی نویسیم. برای همین هم من این را با رنگ سرخ خط زدم، بلکه با این شکل می نویسیم. یعنی الف در آخر این لام پیوست نمی شود ولی رفته به چی؟ به دیلش می پیوندد، یعنی به این مابینش. و اینجا هم شما همون حالت رو می بینید که در شکل چاپی در این دو کلمه لام و لازم پیوست شوی حرف لام با الف را نشان دادن. و در این کلمه ها هم ما نوشتن حرف لام را میبینیم. اینجا حرف لام در اولی کلمه آمده است، در بالایش علامت فتحه یا زبر میشود ل و این هم حرف واو است که میشود و لو و این هم های هوتی که میشود ه و در پهلویش های حوض آمده است که آواز ا را ifade کرده است، همش میشود چی؟ لوحه. و این هم حرف الف است که در بالایش مد دارد، میشود آ و این هم حرف لام است
و این هم حرف واو که در اینجا او را ifade کرده است، آلو همش می شود و این هم حرف دال که می شود د و این حرف های حوض در آخر کلمه که می شود همش چی شده است؟ آلوده. و این هم حرف سین است که در بالایش علامت فتحه یا زبر آمده است و شده است س و این هم لام و این هم الیف همش سلا و این هم میم در آخر که میم می شود همش می شود چی؟ سلام. و این هم حرف سین است در پهلویش الیف آمده است سا می شود و این هم حرف لام در مابین کلمه آمده است و در پایانش علامت زیر یا کسره آمده است می شود سالی و این هم میم سالیم می شود همش. و این هم دال است بعد از این حرف الیف آمده است می شود دا و این هم حرف خ است در پایانش علامت زیر یا کسره آمده است می شود خی و این هم لام خیل همش می شود چی؟ داخل. و این حرفی های هوتی است با الیف پیوست شده ها شده است و حرف لام با الیف پیوست شده لا شده است و همش چی؟ ها لا. و این هم حرفی های هوتی است با الیف پیوست شده ها شده است و این هم لام است که در بالایش علامتی فتحه یا زبر گرفته ل شده است و این هم ت لت شده است و همش حالت. و این هم حرف جیم است در بالایش علامت پیش یا دمه آمده شده است جو و این هم حرف میم است که هر دوش می شود جوم و این هم حرف لام است در مابین کلمه با های حوض پیوست شده است که های حوض در اینجا آوازی ا را ifade کرده است همه شده است چی؟ جمله. و این هم حرف میم است در بالایش علامت پیش یا ضمه آمده است شده است مو و این هم سین است در بالایش علامتی فتحه یا زبر آمده شده س و این هم لام است که همش می شود مسل و این هم میم است با الیف پیوست شده است ما و این هم نون این سه حرف می شود مان و همش در کل شده است مسلمان. خوب دوستان همین خلاص بود در باره حرف لام در خط نیاگان یا در الفبای فارسی. امیدوارم این درس خوشتان آمده باشد و اگر خوشتان آمده باشد زیر آن لایک بگذارید یعنی پسند بگذارید و پیوند کانال ما را یا سلکه کانال ما را به دوستان نزدیکان و آشنایانتان بفرستید تا اینکه آنها هم از این درس ها بهره مند شوند. در پناه خدا و موفق باشید.